داشته باشیم. من در خدمت شما. یه سوال ازتون بپرسم، در مصداق خصوص آزار ما هم یه گفتگو داشته باشیم در خصوص قرآن و سنت و این مسائل. من تا اون حد الان خیلی دیر وقته، اگر سوالتون رو میخواین خلاصه وار بپرسین من سوالشو بعدا انشالله پاسخشو بعدا براتون انشالله استوری خواهم کرد. شما سوالتون رو بپرسین تا نفر بعدی هم بیاد. الان میخوام چند دقیقه باهاتون صحبت کنم، اگر 5 دقیقه شاید 10 دقیقه انقدر اگر وقت ندارین حالا بعدا با هم صحبت میکنم. بفرم. خیلی خوب. آیا شما قبول دارید که اگر کسی نسبت به آیات قرآن عملی رو انجام بده که خلاف آیات قرآن باشه و آیه‌ای از آیه قرآن رو قبول نداشته باشه از دین مبین اسلام خارج میشه و کافر میشه؟ این حرفتون بستگی داره دیگه. مثلا اگر یک آیه قرآن چندین تأویل داره، خب یک آیه قرآن ممکنه در مورد مثلا یه آیه 1 میلیون خورده‌ای تأویل وجود داره، ببخشید تفسیر وجود داره. خب این نمیتونیم اون وقت در مورد یک آیه بگیم مثلا آقا چون اینجا اینو گفته فلان جام فلان حرفو زده چون خود شما اونو انجام میدین اینجام خلاف قرآنه. نه، اینطوری نمیشه. مثلا یه جای خدا میگه مردگان نمیشنوند، درسته؟ بعد یه جای خداوند خودش به حضرت ابراهیم میگه ادعو لنا. یعنی چی؟ یعنی اینکه به اون پرندگانی که کشته میگه شما ای حضرت ابراهیم اون پرندگان رو صدا کن، ادعو لنا، ندا کن، مگر مردگان میشنوند که ندا کنند؟ خب این تناقضه. اگه این یعنی تناقض منظورم این آیا تناقض این کدومشو گوش کنیم؟ مردگان نمیشنوند، میشنوند. اونجا منظور به کسانی که دلشون و روحشون مرده، ولی خب حالا این یک مبحث دیگه. کاملا صراحتا میگه کسانی که مرده اند، کسانی که مرده اند لا تسمع الموتى. در صداشون یعنی منظور اینه که مثلا ببین من خودم قائل به سماع موتی هستم، چه از نزدیک چه از دور. خب اینو براتون دارم مثال میزنم، درسته؟ اینو دارم براتون مثال میزنم. اینجا خدا داره میگه مرده ها نمیشنوند، اونجا داره میگه مرده ها رو صدا کنید. میگم آیا اینها تناقض میتونن باشن؟ خیر، نمیتونن تناقض باشن، چون هر کدوم تعویل متفاوتی دارن از خودشون. درسته آفرین. حالا مطلب اینجاست دوست بزرگ عزیز ما، اینجا که ما راجع به این آیات صحبتی نداریم، راجع به آیاتی صحبت داریم که آیات مستقیم هستن. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک احکامی رو مستقیما بار داده و معانی مختلفی رو از اون برداشت نمیتونیم بکنیم. آیا این آیات اگر کسی نسبت به این آیات بدبین بشه، نمیدونم شما اول آیه رو بگو ببینیم چطوری، آیه رو بگو بشنویم ببینیم چیه. خب بگیرم مثلا آیه 2 سوره حجرات میگه صدای خود را بر پیامبر بلند نکنید. اگه کسی صدای خودش رو بر پیامبر بلند کنه چه حکمی داره دوست عزیز؟ خب یا آیه احزاب، آیه 57 احزاب که میگه کسانی که پیامبر را اذیت میکنند خداوند برای آنها عذابی خوار کننده قرار داده است. اینها دیگه یک آیاتیه که پس شیعه و سنی و یهودی و کلیمی اصلا همه یه معنی ازش برداشت میکنن، درسته؟ خب قبول دارین؟ خب بله بفهمید. شما حرفتون رو بزن. سعی نکن مثلا ببین من خودم الحمدلله رسانه خوندم، خب با من نمیتونی این کارو بکنی. سوالتونه اینطوری بپرسین. ببین من بهتون بگم سوالتونه چطوری بپرسین، اجازه بده. سوالتو اینطوری بپرس. بگو برادر عزیزم سوال من از شما اینه، نه اینکه شما اینو قبول داری؟ آره یا نه؟ قبول داری؟ آره اینطوری نه. بپرس سوالتو جوابتو بگیر. باید به این بدیهیات برسیم اول. بعد این بدیهیات رو قبول کنیم. سوالتو بپرس از من پاسخ بگیر. سوالتو بپرس. آیا قبول دارین کسی که پیغمبر رو اذیت کنه عذاب خوار کننده نصیبش میشه؟ کسی که پیغمبر رو از صدای خودش رو کسی که پیغمبر رو اذیت کند، بله اینطوری میشه.
به شرطی که بله. بعداً خداوند عزوجل اون فرد رو نبخشیده باشه. حالا این که بخشیده یا نبخشیده ما کاری نداریم. یعنی آیه مستقیم چه یعنی چه کاری نداریم برادر من؟ این که نشد که مگه خدا ندیدی مگه داخل قرآن آیا مگر ندیدی خداوند چندین نفر رو اول به چیز اجازه بدین اول به قوم یهود چی میگه خداوند؟ اول به قوم یهود چی میگه؟ میگه فضلکو اجازه بدین حالا من حرفمو بزنم. به قوم یهود میگه فضلکو علی العالمین. اگر آیه رو اشتباه نخونم میگه من به قوم یهود در واقع بر تمامی قوم های دنیا در واقع افضلیت دادم، برتری دادم. اما بعدش چی میگه؟ ولعنهم. بعدش میگه من اونا رو لعنت کردم. درود بر شما. خب یعنی اول اونا رو برتر کرده بعد لعنت کرده. خدا میتونه هم یه نفر رو ببره پایین هم ببره بالا. این حرف شما پس الان پاسخ داشت. این که فرمودیم که نخیر چون خدا اینجا گفته یه نفر صداشو جلوی پیامبر بالا ببره عقوبت داره، پس منم گفتم آقا اگر کسی این کارو کرده خدا ممکنه ببخشه. شما گفتی نه نمیتونه ببخشه، پاسختو گرفتی. نه خدا ببین خدا که میتونه ببخشه. ما راجع به خدا که این که بخشش خدا رو که نمیخوایم زیر سوال ببریم. اما مسئله اینجاست. در مسند احمد بن حنبل جزء 5 صفحه 345 حدیث 17953 خب و نعمان بن بشیر میفرماید به سند صحیح میگه ابوبکر رفت پیش پیامبر شنید که عایشه صدایش را بلند کرده میگوید به خدا قسم من میدانم جان یه لحظه وایسیم. دوستان دارم برای دخترم یه برنامه کودک از جوکی میگه دارم اونو میذارم. اینا ماشاءالله. یه لحظه چند لحظه صبر کنیم. خدا حافظش. ممنونم تشکر. What are you doing, Daddy? What? Jockey? Ey baba. Gelmiyorum. Başka برنامه koyayım, Nasya'ya koyayım. Gelmiyor. Maya koyun gel. Al. Çöp. گیره به چپ های بفهم. الان داشتم چی میگفتم؟ کجا بودم؟ من داشتم عرض میکردم مسند احمد بن حنبل جزء 5 صفحه 345 حدیث 17953 به سند صحیح. این البته در کتاب‌های دیگری هم نقل شده این مطلب. نعمان بن بشیر میگه ابوبکر رفت پیش پیامبر که شنید عایشه صدایش را بلند کرده و میگوید به خدا قسم من میدانم علی را دوست داری و من و پدرم را دوست نداری. 3 بار گفت و ابوبکر تکرار کرد و گفت دیگر نشنوم صدای خود را بر پیامبر بالا ببری. حالا یه فوشی هم با عایشه میده، این دیگه پدر و دختر ما کاری باشون نداریم. خب اینجا برای من بگو بله
آیا عایشه مصداق این هست که صدای خود را بر پیامبر بالا برده؟ آیه 2 از سوره حجرات و آیه 57 که با صدای بلندش پیغمبر را آزار داده، آیا کافر میشه این بزرگوار یا نه؟ چشم. همین سوالتون همین بود. تمومه؟ بله. اجازه میدین حالا؟ بله. و این ببینین دوست من، یه نکته دیگری هم هست. شما حالا تو عرایزتون فرمودین که زمانی که توبه کنه خداوند یا مثلا از جای دیگری توبه کنه، خب توبهش پذیرفته میشه. اگر هم عایشه در جای این جا توبه کرده، در بعدن توبه کرده نسبت به این عملش نسبت به رسول خدا، اون رو بیارین که نشون ما بدین، وگرنه اصل بر اینه که توبه نکرده، اصل بر عدمه. متوجه نشدم اصل بر براءت است یا بر اصل بر ببخشید اجازه بدین اصل بر این است که الاصل فی اجازه بدین الاصل فی الاشیاء والاقوال، اجازه بدین حرفمو بزنم. الاصل فی الاشیاء والاقوال والافعال اباحة. الاصل فی الاشیاء والافعال والاقوال اباحة. اصل در اشیاء و افعال و اقوال اباحت است. تمام و بس. شما این اصل از کجا آوردی؟ حالا نه حالا نداریم. شما اول قبول کردید، سمعا و طاعتا. کفرشو قبول کنید رو موضوع. آقا من سمعا و طاعتا دارم میگم، شما خودت بحث رو اینجا کشیدی، من میرم تو اون موضوع. شما اول اینو جواب بده. شما خودت آوردی، من که نیاوردم این بحثو. من که تا اینجا نکشیدم که خودت کشیدی اینجا. بعد از من میخوای میگی اول فلان رو ثابت کن. من اونو جواب میدم، یه جوابی که اصلا در دیوار پیدا کنید، در دور بر خودت. گوش کن حالا، گوش کن. اهل سنت و الجماعت عین بعضی از مذاهب نیستن که هر حدیث هر دنبیلی رو بخوان قبول کنن. اوکی، من دیگه وسط حرفم حرف نزن دیگه، قربونت برم پسرم. ببین وسط حرفم حرف نزن، باشه؟ آفرین وسط حرفم حرف نزن. آفرین، گوش کن فقط. میخوای یاد بگیری گوش کن. ببین اهل سنت و الجماعت در عقیده ماتوریدی و همچنین محدثین ما یک چند تا اصل گذاشتن. برای استنباط اصل عقیدتی ما چند تا شرط داریم. گوش بده چند تا شرط و بعد نیایی این حرکاتو میتونی ببری مثلا توی شبکه کلمه و این نور و اینا واسه اونا قمپوز در کنی، واسه ما نمیتونی، چون اینجا اهل سنت و الجماعته و عقیده ماتوریدیه و مکتب اصلی بخاراست. گوش بده چی میگم. هر وقت خواستی در مورد عقیده اهل سنت یک حدیثی رو بیاری، این چند تا شرط رو ملزوم کن، الزام کن. یک، اون حدیث صحیح باشد. دو، اون حدیث مثلا چه حدیث ما صحیح بخاری داریم، داخلش بعضیشون رجالشون مشکل دارن اما صحیحن، چون بعضی از افراد به اون رجال ایراد وارد کردن، رجالشون ثقه باشه. دو. سه، این که اون حدیثی که داری شما برای ما روایت میکنین، اون حدیث برای اصل عقیدتی اهل سنت عرض میکنم یعنی ما یا اهل سنت اینطوری عقیدمون رو میگیریم. سومیش اینه که اون حدیث به تواتر رسیده باشد. چهار، اول توی همین سومی چند تا مسئله است. دوستان عزیز اهل سنت، تواتر یعنی چی؟ یعنی این که یک حدیث، یک مطلب، یک موضوع، مثلا این دوربین کنون بسیار زیباست، این دوربین کنون رو امروز در تاریخ فلان حاج نوید خلیلی گرفت. اجازه بده حرفمو بزنم. این مطلب رو چندین نفر مختلف باید روایت کنن که راویانشون ثقه باشن، حدیثش کاملا درست باشه، یا ایراد یا اشکال کوچکی هم بر اون وارد نباشه. در اصول عقاید ما اینطوری در واقع استنباط میکنیم. چهارمیش چیه؟ حالا ما این سه تا شرط رو داریم در احادیث. مثلا یه حدیثی داریم با این شرایط، حالا میتونیم از این استنباط کنیم؟ الان خیر. چرا؟ فقط کسانی میتونن از این استنباط کنن که مجتهد مطلق باشن. مجتهد مطلق چند تا شرط داره. یک، تمام احادیث اهل سنت با راویان سندشون رو حفظ باشه.
قرآن با 7 روایت و 14 ببخشید 7 روایت و 14 قرائت داره آیه مستقیم. بابا اجازه بده حرفمو بزنم بعد حرف بزن. اجازه بده. به این صورت باید مجتهد باشه تا بتونه استنباط کنه و ما بعد از این شرط سوم، شرط چهارم چیه؟ اینه که باید یک مجتهد مطلق علم کلام این علامه ابو منصور ماتوریدی این بحثی که شما میگین و از این حدیث استنباط کرده باشه. حالا شما یه کاری بکن قربونت برم، شما برای ما یک حدیث این همینی که گفتی، این حدیث تو اول چند تا موضوع باید از این ثابت کنی. اول ثابت کنی این حدیثت به تواتر رسیده، دوم ثابت کنین حدیثت رجالش ثقه است، سوم ثابت کنین حدیثت در واقع یکی از علمای اهل سنت متقدم، نیاری برای ما از این علمای کوره دهاتای چاروزا چیز آباد صوفیا مثلا اومده باشن بگن آقا اهل بله، نه، متقدمین قرون ثلاثه ابو منصور ماتوریدی اشعری امثالهم بیار بگن که از این حدیث ما اینو استنباط کردیم برای عقیده اهل سنت. اگر آوردی سمعا و طاعتا، نیاوردی در لایومون بازی یا خودم میتونم بندازم بیرون. خب الان من خدمت بینندگان شما این چارت رو الان ثابت کن. یه لحظه اجازه بده من خدمت بینندگان عزیز، این دوست عزیزمون میگه ما فقط حدیثی رو قبول داریم که بود ابو منصور ماتوریدی قبول کنه. خب کس دیگه نه دیگه نشد بگه من به قرآن اعتقاد ندارم، حرفت نشد. حرفت ایراد داره. حرفت ایراد داره. غیر مجتهد شعور این رو نداره آیه مستقیم قرآن رو بفهمه. داداش حرفت ایراد داره. مخاطبتون توهین میکنید. اینو دارین میگین دیگه. ببخشید عذر میخوام، مثلا یه دونه دکتر بیاد اینجا بشینه بگه آقا تو در مورد پزشکی دریچه قلب مثلا فلان نمیدونی، بس این توهین به شعور مخاطبه. حرف نزن یه لحظه وایسا. یه دونه دکتر یا مهندس بیاد بگه آقا تو در مورد در واقع نقشه کشی ساختمان چیزی نمیدونی، عموم مردم چیزی نمیدونن، این توهین به عموم مردمه. آقا نمیدونن دیگه، تخصصشو ندارن، این توهین به شعور مردمه. بس تخصصیه، بس تخصص شما میگیم چون شما اینو چون میگی مردم نمیفهمن شما توهین به شعور مردمه. بحث تخصصی یعنی چی؟ تخصصی یعنی فهمیدی الان یکی از علمای ماتوریدی بیا اینو تایید کنه. به این دوستان عزیز کسی که از علمای این بحثی رو داداش من چند تا شرط گذاشتم قربونت، من چند تا شرط گذاشتم، آخریش این بود، چرا باقیشو نمیگی؟ چرا باقیشو نمیگی؟ دیگه ما میگم همه فیلترها رد میشه دیگه. من دارم میگم به سند خب بیا رد کن. آقا بیا رد کن دیگه. میگم بیا تواترشو ثابت کن. تواترشو ثابت کن. به سند صحیح. وقتی من دارم میگم به سند صحیح یعنی یک سند، اگر یک حدیث صحیح باشد دلیل بر تواتر آن حدیث است. ها؟ یک حدیث صحیح باشد دلیل بر تواتر آن حدیث است. اصلا مگر جواب بده. اگر یک حدیثی باشه دلیل بر تواترشه. بله حدیثی که متواتر. سلام دوستان، وقت عالی متعالی. این دوستمون ببین داره چی میگه، میگه که اگه یه حدیث صحیح باشه یعنی اون متواتره. ایشون رسما رد دادن متاسفانه. من نمیخوام از این ادبیات استفاده کنم. حدیث صحیح یعنی اون حدیث صحیحه، یعنی رجالش درسته، همه چیش اوکیه، اما متواتر یعنی اینکه به تکرار شده. تفاوت اینا رو نمیدونن هنوز، بعد اومدن مناظره کنن با ما. خجالت هم خوب چیزیه. باشه صحیحه. حدیثی که تواتر به چی میگن؟ تواتر به چی میگن؟ تواتر یعنی در تمام طبقات حدیثی به اجماع کافی، به تعداد کافی برسه، به تعداد بالای رسیده باشه و این سند قطع شدن و جای قطع نشده باشه. بله دیگه، بله. آقا خب ببین اینو از من داشته باش، اینو از من برادرانه داشته باش. خب اینو از من برادرانه داشته باش. ما اینجوری میگیم. اون وقتی گفتم به
ببین اون وقتی گفتم که اینجور سوتی رو ندی، من اون وقتی گفتم حدیث متواتر به حدیثی میگن که در یک حدیث از چند راوی مختلف متفاوت صحیح کلا. ببین یه چی داری میگی میری واسه خودت گرفتی این کندا قدیم صد است، این اون داری میری. آروم باش. اول شرط اول رو برآورده کن، یکی یکی برو جلو. شرط دوم، شرط سوم، شرط چهارم، شرط پنجم. خب اگر این کارو کردی من همینجا شهادتینمو میگم، شهادتینمو میگم. اگر این کارو تونستی ثابت کنی شهادتین میگم، اشهد ان علی ولی الله هم برات میگم، شیعه برات میشم. لطف حضرت زهرا باشه اینو بگی. خب اون که ما ربطی نداره. آقا برای تو شده من قبولم، برای تو شده بس ماه. تو هم بیا یه کاری کن، تو هم یه کاری کن من هدایت بشم برادر. تو هم تو رو خدا کمکم کن من هدایت بشم، من نیاز به هدایت دارم. کمکم کن هدایت بشم. بیار دلایل. من دارم. ببین من یه چیزی بهت بگم دوست بزرگ. اولی یه چیز نه، من یه چیز قبول نمی‌کنم. اولین شرطمو بیار دیگه. جوابتو اولین شرط. خیلی خوب. جوابتو میدم. بگو اولین شرط چی بود؟ اولین شرط این بود که این حدیث صحیح باشد، افراد رجال اون درست باشد، نمیدونم به حد تواتر رسیده باشد. خب اینو من همه رو میدونم دیگه، من میخوام همه اینو جواب بدم. آقا من اولیش این بود. خوب گوش نمیدی، ایرادت اینجاست. ببین اگر خوب گوش بدی اینطوری نمیشه. اولیش اینه که رجالش ثقه باشه، حدیث صحیح باشه. 15 ثانیه به من فرصت بده، من یه دقیقه حرف نمیزنم. وایسا پس یه لحظه وایسا، من بذار وقت بگیرم. باشه. من اگر وقت گرفتی بگو. من اگر تمام مطالب رو اثبات کنم، صحت حدیث و صحت راویان، رجال و علم و همه چیزها رو ثابت کنم، باز هم نمیتوانم طبق گفته آقا نوید یک عالم اهل سنتی که ماتریدی باشه و این حدیث رو قبول کنه و بیاد بگه بله عایشه کافره، من از کجا پیدا کنم؟ کدوم بقالی میاد میگه ماست من ترشه که یک عالم ماتریدی بیاد بگه ماست من ترشه؟ و اینکه دوستان ایشون میگن که کدوم ماست فروشی میگه که ماستم ترشه. به خاطر همین ما اگر از ماتوریدی دلیل بیاریم، اونا که نمیگن بده که. خب برادر من، اون کتبی که شما داری از اون حدیث رو میخونی، اونا هم همون ماست فروشن، اونا هم شرکت همون ماست فروشن. چطوری اونا آوردن برای شما احادیثی که در واقع به نفع شماست؟ اونا نگفتن چرا این ماست فروختنه به نفع ما به ضرر ما نمیشه. امام نسائی، ابن ماجه یا همین حدیثی که داری خودت میخونی هم از احادیث از کتب اهل سنته. اگر اهل سنت در واقع کاسه زیر نیم کاسه داشت، این احادیث رو نمی آورد. همونطور که به این کتاب اعتماد میکنی، به ابو منصور ماتوریدی هم مجبوری اعتماد کنی. یعنی چی آخه؟ جونت جواب بده. خب جواب میدم. ببین برادر عزیزم، قربونت برم، ما به خاطر همینه میگیم اهل سنت و الجماعت هر دنبیلی نیست که هر کی حدیثی آورد بری قربون صدقش بری بگی واو این حدیث فلان است. نه خیر، اینطوری نیست. اون حدیث و مجتهد مطلق که در واقع قدرت و ملکه استنباط داره، اونو از اون حدیث استنباط میکنه اون مسئله رو که آیا این با آیات قرآن جور در میاد، آیا با فطرت صحابه، آیا با فطرت اهل بیت، آیا با فطرت پیامبر جور در میاد نمیاد. اونشو نمیدونم چطوری اثبات میکنن، اما باید مجتهد اثبات کنه. ما همینطوری یه حدیثی رو قبول نمیکنیم قربونت برم، فقط اون احادیثی رو قبول میکنیم که مجتهد ما از اون استنباط کرده باشه، دلیل آورده باشه. اگه بخوایم واسه خودمون، البته اینم باید بگم که دروازه اجتهاد بسته نشده. شما یه نفر برای من بیار که تمام احادیث کتب اهل سنت و با روال و با رجالش و همه چیشو حفظ باشه، 2 تا 3 تا سوال بپرسیم ازش، بعد مطمئن شیم حفظه، بعد علوم بلاغت و علم کلام و علم حدیث و منطق و فلسفه هم بلد باشه، بعد ما قبول میکنیم ایشون مجتهد مطلق هستن و ما دیگه اصلا کلا اصلا مرید ایشون میشیم، مثلا پیرو ایشون میشیم. خب این چت آیت الله دارین، از اونا بیار ما ببینیم، بپرسیم اینطوری هستن، ما دیدمون رو عوض کنیم. با خدایی میگم الان شما فعلا برای اینکه ثابت کنی
برای اینکه ثابت کنی اهل تسنن همچین عقیده‌ای دارن برای من الزام بیاری، باید از این شرایطی که گفتم رد بشی، از این فیلتر. شما تنها چیزی که میتونین با اون عوام و در واقع عذرخواهی میکنم این حرفو میزنم، شما رو نمیگم، حالا بعضی کسایی که دارن توی مجازی دارن این فعالیت رو میکنن و دارن توی مجازی میگن که آقا ای اهل سنت ببینین چه حدیثی اومد، حضرت فاطمه رو به پهلوش زده، وا ویلا، وا مردما، وا مصیبتا. بابا اون یه حدیث بوده یه گوشه یکی گفته، از اون هیچ کسی همچین کاری، همچین چیزی اصلا از اون علما از اون حدیث استنباط لعنتش کنه. آقا هر کسی گوش بده، هر کسی کوچکترین سوء نظری به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته باشه، خدا لعنتش کنه. خب الهی آمین. حله. اما شما هر وقت تونستی از این اصول رد، شما میخوای برای ما اهل سنت الزام بیاری دیگه. اصول ما اینه. اصول ما اینه. خب هر وقت خواستی برای اهل سنت الزام بیاری، از این فیلتر رد شو، وگرنه اون حدیثت، اون دلیلت به درد لای جرز دیوار خودت میخوره. احسن. بعد بعضیام اینو چی میگن آقا اگر اینطور بوده چرا علامه نووی، چرا مثلا مثلا علامه بخاری، این حرف من جسارت به علمای حدیث نیست که مثلا بگی آقا پس علامه بخاری، امام بخاری، امام مسلم، اینا چرا پس این همه حدیثی که داخلش رضای کبیر است، داخلش فلان است، بلاست برای شما آوردن، پس اینا هم حتما اشتباه کردن دیگه لابد ها. شما اینطوری میخوای بگی. جواب ما چیه به شما؟ جواب ما اینه به شما. جواب گوش بده. جواب ما به شما این است که این احادیث حد اکثر صداقت علمای ما رو نشون میده، با این که بر مخالفشونه بازم میارن که علمای ما با در نظر گرفتن احادیث درست و اشتباه بتونن فتوا بدن، بدونن دوست که دشمن که کدوم راوی اشتباه گفته، کدوم راوی درست گفته. متوجه شدید؟ حالا برو اینو برای چند تا از این مرجعاتون بگو. من یه چیزی بگم، بگو اینا رو یاد بگیرن. باشه درست. آفرین عزیز دل. یه چیزی بگم، شما اگه بفرمایید عزیز من، این نه بابا شما قلبی، اگه میشه این لایو ذخیره کن فقط. باشه قربونت برم. چشم ان شاء الله. من یه جمله رو بگم. من در مناظره با آقا نوید باختم. چرا؟ چون نمیتونم هیچ عالم ماتریدی رو بیارم که بگه ماست من ترشه، بیا بگه ابوبکر عامر ترشه کافره. آفرین. به همین دلیلی که آفرین. پس شما در این چیزی که مخاطبتون رو گاو فرض میکنین، دست شما در نکنه. استغفرالله برادر، مگه ما حرفی زدیم؟ ببین نه دیگه، نرو دیگه، وایسا دیگه، نرو وایسا. شما هر وقت تونستی، ما که جلوتون رو نگرفتیم که بهتون چی داریم میگیم؟ حق انتخاب داریم میدیم، میگیم آقا یه دونه مجتهد مطلق بیار. شما که دارین ماشاءالله، هزار ماشاءالله، هر روز دارین آیت الله میدین، یه دونه شو بیار برای ما مشخص بشه اون در واقع مجتهده، ما هم قبول کنیم، چند تا سوال بپرسیم، بعد پیروش بشیم، بعد کل بهشتی هم در واقع ثوابش برای شخص شما محفوظه. باشه؟ طبق گفته شما الان من چیزی که از منطق شما فهمیدم، از در کلاس علم شما دارم درس پس میدم، اینه که اگر اینکه بخاری، بخاری و مسلم، شما هنوز شما تنها کاری که میتونین بکنین اینه که با خنده های اجازه نمیدن ما صحبت کنیم. با اینجور خنده ها فقط سعی کنین طرف رو تمسخر کنین و مطمئنم همه تون کلاس رسانه رفتین، همه تون رفتین کلاس سخنوری یاد گرفتین از دم که بتونین زمانی که دارین کم میارین، دارین شکست میخورین، بحث رو عوض کنین، بحث رو هی هم بزنی باشه. شبت بخیر باشه ایشالله.